وقتی زندگی سخت می شود، خیلی ها تسلیم می شوند. اما حقیقت این است، سختی ها آمده‌اند تا تو را بسازند، نه بشکنند. هر ضربه‌ای که از دنیا می‌خوری، می‌تواند یا نابودت کند یا قوی‌ترت بسازد. انتخاب با خودت است. یاد بگیر به جای شکایت کردن از سختی‌ها سوخت بسازی. آدم‌های بزرگ، قهرمان‌ها، کسانی که تاریخ به یادشان مانده، همه از دل رنج‌ها و مشکلات بلند شده‌اند. هیچ کس بدون زحمت، بدون اشک، بدون شکست به جایی نرسیده است. امروز اگر در تاریکی هستی، اگر تنها مانده‌ای، اگر احساس می‌کنی هیچ کس تو را درک نمی‌کند، بدان که این همون لحظه‌ای است که تو داری ساخته می‌شوی. مثل آهنی که در آتش سرخ می‌شود. مثل آلماسی که زیر فشار زمین شکل می‌گیرد. موفقیت یک شب نمی‌آید. موفقیت فقط نصیب کسانی می‌شود که هر روز یک قدم کوچک برمی‌دارند. حتی وقتی خسته‌اند. حتی وقتی کسی تشویقشان نمی‌کند. حتی وقتی دنیا در برابرشان ایستاده است. شاید امروز کسی به تو نخندد. شاید کسی تو را جدی نگیرد. اما فردا همانها از تو الگو خواهند ساخت. چون تو ثابت کردی که می‌شود با امید، با پشتکار، با اراده، غیر ممکن‌ها را ممکن کرد. یادت باشد، هیچ کس نمی‌آید تو را نجات دهد. هیچ کس مسئول زندگی تو نیست جز خودت. اگر رویای بزرگی داری، اگر آینده‌ای متفاوت می‌خواهی، باید خودت برایش بجنگی. هر بار که زمین خوردی، بلند شو. هر بار که شکستی، ادامه بده. شکست پایان راه نیست. شکست فقط بخشی از مسیر است. هر قهرمانی بارها و بارها شکست خورده. اما چیزی که او را قهرمان کرده، این است که هیچ وقت تسلیم نشده. امروز تصمیم بگیر. تصمیم بگیر که دیگر ناله نکنی. تصمیم بگیر که دیگر بهانه نگیری. تصمیم بگیر که از همین لحظه خودت را بسازی. هیچ کس غیر از تو نمیتواند زندگیات را تغییر دهد. تو میتوانی. نه فردا. نه هفته بعد. همین امروز. اگر از درون باور داشته باشی، اگر از اعماق وجودت بخواهی، همه چیز ممکن می شود. پس به جلو نگاه کن. گذشته هرچه بود، تمام شد. آینده هنوز نوشته نشده. این قلم دست توست. آیا می خواهی داستانت را با ترس و شکست بنویسی؟ یا با شجاعت و پیروزی؟ انتخاب با توست. اگر می‌خواهی داستانت را با شجاعت و پیروزی بنویسی، پس همین امروز شروع کن، قدمی بردار و با شجاعت به جلو حرکت کن. در آخر هم، اگر این ویدیو را دوست داشتید ممنون میشیم اگر این ویدیو را لایک کنید. اگر هم می‌خواهید ویدیوهای جدید ما را از دست ندهید، کانال ما را دنبال کنید. پیشنهادات و نظریه‌های خود را در کامنت‌ها با ما در اشتراک بذارید. پیروز و سربلند باشید.